در مجلس حکومت مملکت نخست نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان برای نیم ساله دوم سال 2019 بررسی و قبول گردید. سپس اوید به جریان اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 می سال 2014 تحت رقم 302 درباره دستگیری دولتی و اندیشیدن تدبیرها آید به سالمگردانی وضع اقتصادی و مالیوی شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک، حسابات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده شنیده شد. طور تاکید گردید رشد ساحه انرژتیکا یکی از هدف‌های استراتژی مملکت به حساب رفته. در سالهای اخیر وضع این ساحه افضلیتناک با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان تدریجاً بهتر گردیده است و در نتیجه این دستگیری ها سال 2018 در تاجیکستان 19.7 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده شده است. ذکر گردید که در نتیجه عملی گردیدن نقشه چهاربینی ها آید به کم کردن تلفات نیروی برق در دوره سالهای 2014-2018 سطح تلفات نیروی برق از 17.3% در سال 2014 تا به 15.5% در سال 2018 کاهش یافته. در این دوره حجم فایده‌ناک نیروی برق در بازار داخلی زیاد گردید و جمع‌آوری مبلغ از 1 میلیارد و 40 میلیون سامانی سال 2014 در سال 2018 دو مراتب زیاد و به 2 میلیارد و 79 میلیون سامانی برابر شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستور دادند که استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق باز هم بهتر نمودن جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده، کاهش دادن سطح تلفات نیروی برق، با پورگی گذاشتن به نظام معاصر بیلینگی حساب برق و به حسابگیری نیروی برق تحویل شونده از ایستگاه‌های برقی تا مشتری آخرین تحت نظارت قرار داده شود. قرار داده شد که وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب، خدمات دولتی عاید به نظارت در ساحه انرژتیکا و شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک جهت معین نمودن اندازه واقعی تلفات نیروی برق، کم نمودن آن و با استفاده از نظام بیلینگی برای زیاد نمودن حجم جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده چاره‌های مشخص اندیشیده از نتیجه‌اش هر سال به حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد نمایند. دایر به دیگر مسائل روزنامه کاری از جمله درباره برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 وزیر معارف و علم نوریدین سعید درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2019 عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره خزینه‌داری و درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نور محمد زاده و عاید به لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به اکستریمیسم پروکورور ژنرالی یوسف رحمان گزارش دادند. بعد محاکمه اعضای حکومت مملکت لایحه قانون‌های مذکور برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در کار مجلس حکومت مملکت همچنین لایحه یک قطار سازش‌نامه‌های بین حکومتی تاجیکستان با دیگر کشورهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت. دایر به دیگر مسائل روزنامه کاری مجلس حکومت مملکت از جمله برنامه دولتی سالمی رپروداکتیوی برای سالهای 2019-2022 وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نسیم عالمزاده درباره تعرفه‌های نیروی برق و گرمی و درباره متدولوژی حساب تعرفی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان سردار خدمات ضد انحصاری اکرام‌الدین ولیزاده و درباره نقشه ژنرالی شهر راغون رئیس شهر راغون مظفر سلیمانزاده گزارش دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امام علی رحمان به اعضای حکومت، راهبران وزارت و اداره ها و رئیسان شهر و ناحیه ها برای اجرای به تأخیر مسائل های در کار مجلس بررسی شده دستور و سپارش های مشخص دادند. دستور و سپارش های دیگر
برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جمع‌آوری به تلف حاصل، ذخیره کافی خوراک چاروا، تحکیم کارهای سایر مستحکم کنی و پیشگیری از حالتهای فوق‌العاده، تشکیل استراحت با صفت کودکان و نورسان در لگرهای استراحتی و فراغتی مملکت و آمادگی همه‌جانبه به تجلیل سزاوار جشن و عیدهای در پیش داده شدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت مملکت محترم امام علی رحمان بعد نتیجه گیری از برگزاری سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که روزهای 14 15 ایون سال جاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه دایر گردید، برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و همه ساختار و مقامات آن برای در سطح بلند تشکیلی و آمادگی و در محیط آباد و آرام گذراندن چاره‌بینی ذکر شده بین المللی اظهار سپاس کرده، منتداری به پایان خود را مخصوصا به ساکنان شهر دوشنبه، رانندگان واسطه‌های نقلیات جمعیتی و شخصی و دیگر ساختارهای خدمت رسانی برای مسئولیت بلند شهروندی، آداب بلند معاشرت، فرهنگ والای مهمانداری و مهمان‌نوازی و خدمت رسانی با صفت به هیئت مهمانان تاجیکستان بیان نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از سطح تدبیرهای آبادانی و سبز و خرمگردانی، استقبال و گسیل پرشکوه مهمانان عالی قدر اظهار قناعتمندی کرده، تاکید نمودند که در سطح بلند برگزار شدن این چاره‌بینی نتیجه زحمت و تلاش تمام ساختارهای شهری و سهم ارزشمند ساکنان پایتخت می باشد.